التماس این سوال مرا جواب دهید با احترام یک زن سیاه‌بخت. یعنی مسئله طلاق مسئله من نیست، زیرا که در این باب ما چند بار بعض مسئله ها در فتوا دادیم، بعض شورش ها هم خیست، بعض نافهمی ها هم پیدا شد. لیکن این خواهر عزیز الکی 6 ماه گذشتند که مراجعت نکرده باشد، چگونه زن خدا ترس است؟ چگونه زن خداجو است که 6 ماه از طلاق کردن شوهرش گذشت، بار هم مراجعت نکرده است؟ اگر این زن خدا ترس میشد، میلش خدا ترس باشد، شاید خدا ترس باشد، شاید اگان چیز مانع شده باشد، لیکن زن خدا ترس میشد همون سحر باید که مراجعت میکرد، اگر حیات حلال پاکیزش میفارید. یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع می شود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع می شود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه مجبورن، اگر مجبورت کنن که طلاق کن، طلاق کنی، طلاقت واقع می شود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت. برادران و خواهرانی که قد پست دارند و میخواهید قد بلند داشته باشند، دندانهای ضعیف دارند، ناخناتون ضعیفند، موی سرتون تیز تیز میریزد، استخواناتون بی‌قوتند و میخواهید که بقوت کنید، راهی حل همه همین مشکلی ها در دست من اوزماکس احصال ترکیه اوریجینال که زیاده از 21 نمود ویتامین تیار شده است. برادران و خواهرانی که اوزماکس اوریجینال خود را میخواهید از ما زکست نمایید، در کامنتاری واتساپ نویسید، ما واتساپ خود را به شما روان میکنیم. شاید که راهی داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند، لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند، باید که این زن الکی این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد، این گونه زن باید که یگان آداب و اخلاق یک عملهاش نیک میکرد. اقلا برای که همین عرقنوش اصلاح شود یک قرن میکرد، خانهشون میرفت، 1 ماه 2 ماه نمی آمد، میگفت تو اگر عرق بس نمیکنی. شاید که همین سبب ها قطعا این انسان از عرق نوشی باز میساد. انشاءالله من شاید یا جمعه آینده یا جمعه آینده دیگرش در باب عرق با شما صحبت دارم که عرق نوشی چی خاصیت ها دارد، عرق فروشی چی خاصیت ها دارد. انشاءالله در این باب با شما صحبت میکنم. زنی کارگر در ساعت 7 سحر باید در کار باشد، در ساعت 5:30 تا 6 بامداد را خانه درست است یا نه؟ برای که در زمستان شبها دراز و روزا کوتاه است. الحال نمی شود. الحال اقلا باید که در 6:15 اگر خواند بسیار نیک می شود، در 6 نخواندنش بهتر است. نماز وقت دارد، این به کار مثال هیچ وابستگی ندارد. اگر 1000 کار بالای ما براید، نماز در وقتش که اگر ادا نکنیم نماز نمی شود. من کار دارم گفتم مثال باید که ساعت 5 سحر از خانه برایم و 5 سحر در بامداد خانم، اون نماز نمی شود. نماز از صبح دمیدن صبح می شود. صبح که دمید الله که نماز بامداد خان جایز می شود. اقلا 6:15 خواند انشاءالله نیک می شود، دیگر هیچ شک شبهه باقی نمی ماند. یا 6:10 اقلا خواند، اگرچه الحال در 6 هم صبح می دمد، در همون کلندرهایی که داریم در 6 الله که نشان می دهد که صبح می دمد، لیکن بهترش همون 6:10 6:15 باز بهتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام داملای محترم، نماز خفتن را همش را یا ویتری واجبش را خواب کنی ساعت 4 یا 5 شب خوانی درست است. درست است. اگر کسی که مثال شب خواب میکنی از قسم ساعتهای 3 شب میخیزی، 4 شب میخیزی، نماز خفتن تا میخوانی همراه مثال ویتر واجب جایز است، درست است. زیرا وقتی خفتن تا برآمدن تا صبح دمیدن است، تا صبح دمیدن، تا ساعت 6 گویم، تا ساعت 5:30 گویم اگر که خواند نماز خفتنش صحیح می شود، نماز ویتر واجبش صحیح می شود.
و اگر شما خفتن هم که خوانین 4 رکعت فرض خفتن خوانین، 2 رکعت سنت شم خوانین، خواب کنین، ویتر واجب ساعت 4-5 هم که خوانین می شود. این ویتر واجب از نماز خفتن حساب نمی شود. این نماز جداگانه است. اگر با در اون ساعت ها خوانیم با افضلتر و بهترتر است. دویم آدمانی که از عائلهشون یگان نفرشون وفات کند تا 1 سال مگنیتوفون و تلویزیون نمیمانند، این یگان اوبالی دارد. البته اوبال است، نمانین. اگر در مگنیتوفون ها امر معروف مانیم با که ندارد، جایز است. و اگر در تلویزیون شما فقط اگر اخبارش گوش کردن ده برای گوش کردن اخبارش اگر استفاده برین جایز است، دیگر حالتاش جایز نیست. بسیار نیک می شود. با همین طریق هم از امو بعضی برنامه های نادرست دور می شوین، خیلی خوب است. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم سوال ما را تعجیلا جواب گویید. کاژینکه هایی که بعضی آنها را میگویند که از پوست خوک است چه حکم دارند؟ آیا پوشیدن آنها در داخل نماز یا بیرون از آن روا است یا نه؟ التماس فهمانید. البته در داخل نماز این پوست خوک به سبب طاهر کردن طاهر نمی شود. یعنی در مسئله ها میگوید یکی پوست انسان یکی پوست خوک اگرچه دباغت هم که دهن وای طاهر نیست. یعنی دیگر پوست ها مثل پوست خرس باشد یا پلنگ باشد یا گرگ باشد، همه حیوان ها یا خر باشد، اینا به سبب دباغت دادن الکه طاهر می شود، لیکن پوست خوک نمی شود. از این خاطر اینها را در نماز خواندن استفاده بردن تماما لازم نیست. به نهایت خوب می شود بیرون نماز هم نپوشینش. این خوک یک حرام کرده پروردگار است. اگر شما تقوا داشته باشین بیرون نماز هم نپوشینش، لیکن در داخل نماز تماما نپوشین که با اون لباس نماز خواندن شما درست نمی شود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. حاجی را با حرف آ نمی نویسند، آجی نمی شود، حقیقتی می شود حاجی. جوانای ما همین قدر قریب به سواد ماندن که حتی که آجی را از حاجی فرق نمی کنند. با سوال ما جواب بگردم. من بعضی حسن خطها را می بینم صنف 10 هست، صنف 9 هست، باور که آدم غمگین می شود. ما این قدر تأکید میکنیم که شما در مکتب ها اعلاچی باشین، خوشخوام باشین. با سوال ما جواب بگردان. اگر بچه زنا کند با آب غسل کند پاک می شود یا نمی شود؟ اگر شخص زنا می کند، زن باشد یا مرد باشد، بعد زنا کردن پشیمان می شود، پشیمان می شود، توبه به سوی خدا می کند، میگوید پروردگارا این کاری من کردم خیلی کاری زشت بوده است، خیلی کاری بد بوده است، خدایا از این کردم من به سوی تو پشیمان شدم. ای پروردگار، آخر اگر همین زنی که من با او زنا کردم در جای این اگر خواهری من باشد یک مرد دیگر زنا کند، من خودم را چه تصور میکنم؟ همون کسانی که زنا میکنن باید که در حالت زنا خواهر زنشون پیش چشمشون بیارن که اگر زن شما را یا خواهر شما را ای زناکارها اگر دیگر بدبختای زناکار زنا کنن چه خیل میشوین شما؟ اگر توبه کند بعد غسل کند از جنابت خالی می شود، لیکن اگر زنا کند و باز گوید که خیلی آینده باز زنا را دوام دادن میگیریم و جنوب است، او هیچگاه آب وی پاک نمی کند. و اگر با آب زمزم که اگر آبازی کند وی پاکیزه نمی شود. این کثافت دائم جنوب است، در حالت جنابت اون قرار دارد. تا اگر توبه صدق به سوی پروردگار نکند و غسل نکند بدن وی از جنابت پاک نمی شود. در حالت جنابت دیگر خیلی وی حساب کنی خوردنش هم در حالت جنابت است، همراه تو صحبتش هم در حالت جنابت است، هر معامله‌ای که میکند وی در حالت جنابت است.
السلام علیکم داملای محترم، میخواهم که با این سوال من جواب گویید. یک پای من اینوالید است، پیش در آمدن من درست است یا نه؟ درست است. اگر بغیر این یگان عالمی بهتر نباشد، یعنی اگر در یک عالمی هست که مثال پایش درد میکند یا پایش نیست، یک پای دارد، این گونه اگر امام ها باشند لیکن عالم باشند، اونا با طریق اولا پیش می‌درآیند. لیکن اگر در برابرشان یگان عالم دیگر وجود داشته باشد که وی درست باشد، سالم باشد، بهترین صورت شامل است که وی از پس این امام نیت کند. یعنی همون امامی که پای درمند دارد، پای مثال رکوع کننده ندارد یا پای ندارد، وی قفا ایستد و این عالم پیش درآرد. این بهترین صورتش. لیکن نباشد، مرحمت و پیش درآید، نماز شما درست میشود. نمازتان درست می شود. دویم، داملایانی که زن و دخترانش حجاب نداشته باشند، پیش در آمدنشان درست است؟ درست است. اگر کدام پیشوایی که زنش حجاب ندارد، دخترش حجاب ندارد، یعنی لباسهای بگیم اسلامی ندارد، پیشم که درآید، نمازش درست می شود. لیکن در نزد خداوند این گونه امام ها مسئول هستند. این گونه پیشواها در نزد پروردگار جواب این فرزندان بی حیا را می دهند. اگر کوشش ها کرده باشند، تمام راه ها را استفاده برده باشند که اونها به ذمه نگرفته باشند، این حالت در یک حال خوب دارد. لیکن اگر در همون کرده های فرزنداش راضی باشه و با این در مردم امامتی کند، این حالت در امامتیش که صحیح می شود، لیکن در نزد پروردگار گناهگار می شود. اگر از اون دبا بهتر باشد، خوب می شود که وی بیراه شود، یک آدمی باز با تقواتر پیش درآید، این بهتر است. اینا در حالت درست می شوند که ضرورت باشد، دیگر غیر اونها دیگر هیچ پیشوا و داملای وجود ندارد. السلام علیکم داملا مهربان. اولا از درگاه الهی خواهان آنم که عمر شما دراز بادا و در زندگیتان بردباری ها تمنا دارم. کاش و مثل شما شخصان خاکسار بسیار می بود. و در آخر یک سوال دارم: آیا در قد کوچه ها و گذرها نشستن زن و دختران شرط و درست است از نقطه نظر دین اسلام؟ و فکر من نه. و من مشاهده می کنم که در محله ما شام می گذرد، آنها تا حال پروا ندارند. خواهش دارم با سوال من پر جواب گردانید. و در آخر از شما تشکر میگویم. داملای عزیز با احترام، یک مخلصی دائمی شما. البته اینجا محلش هم ذکر کرده است، شرط نیست محلش، لیکن در همه محله ها این گونه زنهای در قد راه می نشستگی وجود دارد. خوب می شود که اگر در بین ما این گونه مثال موی سفیدهای بغیرت باشد، یا این گونه جوانهای بغیرت باشد که راستی اونها در راست شود، و چگونه ای که پیغمبر خدا میگوید: اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اگر کدام از شما، گفت از پیغمبر خدا، یک کاری نادرست میبینید، به همه ما و شما کتاب دارد، شما باید که با دستهاتون تغییر دهید. یعنی اگر زنت که باشد، رفته از دستش بگیر، بگو خانه درآ بگو. یا اگر در خانه تو مثال بالای دسترخوان و شیشه های عرق اگر پهن کرده باشند، رسول اکرم میگوید اونها را با دست گرفته بیرون خانه پرتاب. یعنی با دستان تغییر دهید وقتی منکرات میبینید، وقتی کارهای نادرست میبینید. لیکن وقتی که این قدرت نداشته باشین، یعنی امروز ما هم قدرتی را نداریم که اون زن از دستش گرفته و در خانهش پیش کنیم، رسول اکرم گفتن فبلسانه، با زبانتان شما با اونها صحبت کنید. یعنی راستی اونها در رفته گویید: مادری عزیز شام شد، آخی عصر شد، وقتی نماز است، را خداوند برای این فرستاد که بندگی او را به جا بیاری. رو نماز تخوان، رو فرزند تا تربیه کن، رو خانه تا مثال یک تازه و پاکیزه کن.
رسول اکرم گفتن با زبانهاتون با اونها سخن گویید. اگر با زبانهاتون هم نتوانستید با دلتون اونها را بد بینید که این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. گفتن یا با دست یا با زبان باید که یک تغییرات در اون معرکه شما درآورید. برای همین کدام در کدام محله هست اگر همچنان پیشواها باشد یا این گونه مویسفیدهای به غیرت باشد، بسیارتر این کار مویسفیدهاست. مویسفیدها میتوانند که این کارها را انجام دهند، اونها را کسی ملامت نمیکنند که وقتی یک جوان اگر گوید او را البته ملامت میکنند. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما یک سوال داریم که جوابش بسیار ضرور است. در مسجد محله ما به جای امر معروف گپی دنیا می رود و به ضمن این عورت خود را نام می گیرند. ملا امام در آنجا نشسته سخنی نمی گوید. التماس جواب قطعی دهید تا به گوش اونها برسد. پیغمبر خدا می گوید سباب المسلم فسوق. کسی یک برادر مسلمان شد دشنام می دهد یا کسی که مثال نامگیر می کند خودش وی فاسق است. همان گروهی که این گونه رفتارهای نادرست میکنند، خودشان نام میگیرند، دشنام میدهند، اینا از گروه فاسقان به حساب میروند. مسجد در اصل جای عبادت باید باشد، جای امر معروف باشد، جای تربیه باشد. در بسیاری از مسجدها وجود دارد که فقط و فقط به گپ دنیا مشغولند. مسجدها را آشخانه ها کردگی‌اند، در داخل مسجدها جای خورد و خوراک کردگی هستند. فقط تا بیگاه فقط چه گپشون هم کار و بار همه همسایه داری و مسئله اینها را حل میکنند. در این البته امام گناهگار است. کسی که در همون مسجد پیشوا هست همه این گناه را سببگار اساسش همون پیشوا است. همه این در پیشوا جوابگر است. باید پیشوا این گناه قوم نگذارد که مثال باید سخنهای بیهوده گویند. برای آنکه اونها سخنهای بیهوده نگویند این امام باید که خودش دائم در بین مردم کتابخوانی کند، دائم امر معروف و نهی منکر دائم برقرار و بردوام نگه دارد تا که مسجدها از سخن دنیا خالی شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن، بعد نماز خفتن نماز قضایی بخوانی ممکن است؟ ممکن است. اگر بعد نماز خفتن قضا هم که خوانین باکی ندارد، درست است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم با سوالهای زیرین من تعجیلا پاسخ بدید. نماز قضا وقت ندارد، کدام حالتی ده که میخوانین خواندن گیرین؟ فقط سه حالتی که نو آفتاب برآمدن و قیام و غروب آفتاب، این همه نمازها من هستند. غیر این کدام حالتی ده حتی بین عصر و شام هم که شما نماز قضایی خوانین جایز است. فقط در مسجد نخوانید نمازهای قضاییتان، در خانه‌تان خوانید. در کتاب‌های فقه میارد که اگر کسی نماز قضاییش در مسجد میخواند این عین بی‌ادبی وی نشان میدهد، به خاطر آنکه وی به مردم آشکار میکند که یعنی من نماز خدا را قضا کردم، این الحال قضاییش میخوانم، یعنی گناهش آشکار کرده ایستاده است در بین مردم. برای همین شما میتوانید که اما قضاییاتون در خانه‌تان خوانید، این بهتر است. حاضر وقتی کشتی غلدانه هست، در بین آدمان عقیده هست که روزهای 18 19 20 21 ماه دکبر باید غله کاشته نشود، زیرا حاصل نمیدهد. این روزها آفتاب در خانه بوده است. آیا این حقیقت یا اساس علمی دارد یا نه؟ من البته از این مسئله فهمیش ندارم. در باب کاریدن غله که در مثال همون روزهای 18 19 20 21 گویا که آفتاب در خانهش باشد، لیکن این من سوال کردم خیلی از یک آدمی معتبر، یک آدمی که دایر به همه این کارها هست که گیاهشناس است، و گفت این یگان اساس علمی ندارد. گفت در یکی از مسجدها انیخترش در مسجد یکی از قشلاقهای حدود دهنه روز 18 دکبر روز چله گویان شب نشینی تشکیل نمودند. هر یک عضو مسجد 5 سامانی جمع کرده معرکه خراخوری گذرانیدند در داخل مسجد. امامشان پیشکار بوده است. حالی این گونه امام و قوم آن چی گونه خواهد بود؟ نمی‌آمد الحال گفتیم امام ها در داخل مسجدها خیر احسان مثال خدایا تشکیل میکنن که چله در آمده است.
در اسلام آیا چیله را پیشواز گرفتن یگان خبر آمدگی هست؟ و چیله می دراید نمی دراید؟ مثال با جمع کردن 5 سامانی، این همش باور کنیم برای شکم سیری است، همه این برای نفس است. در داخل مسجد معرکه، خوردن، گپ زدن. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گردانید. ما 2 نفر در یک مکتب میخوانیم که در آنجا شبانه روزی یک جا هستیم و ما نماز میخوانیم. برای ما ممکن است که جماعت کنیم؟ البته جماعت کنیم. رسول اکرم میگوید که اثنان خیر من واحد، 2 نفر بهتر است از 1 نفر. اگر شما 2 نفر هم که باشید باید که با جماعت خوانین. ان شاء الله خداوند ثواب جماعت برای شما نصیب می‌گرداند. علل خصوص به این جوان‌هایی که باز در کدام مکتبی که شبانه روزی باشن و میخوانند خوش به حالشون، ان شاء الله نماز همون جماعت ثوابش شما میگیرید. داملای عزیز، خدا شما را نگه دارد. شما فکر نکنید که سخنهای شما به تأثیر میماند یا اجرا نمیشود. از سخنهای شما بسیار تغییرات در جوان پسرها و جوان دخترها وجود دارد و حتی معامله مردم، طرز معرکه ها دیگرگون شده است. من یک سوال دارم، آیا شهتاز حرام است یا حلال؟ این ما یک بار گفته بودیم، شهتاز حرام است. کسی که مثال در طلب کردن شهتاز حرکت دارد، یعنی این یک عرف، یک جاهلیت، یک خرافات است. وقتی یک شه به محله ما و شما میآید برای گرفتن عروسش، پیش راه او را چندین جوانها پیش راهش میگیرند و از او چیکار میکنن؟ پول طلب میکنن. یعنی پول طلب میکنن، طلب کرده ایستادن. وقتی تو طلب میکنی، کل المسلم علی المسلم حرام عرض و ماله، هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است میگوید پیغمبر. چیش؟ آبرویش، مالش و دمه و خونش. مال مسلمان بر مسلمان حرام است وقتی اگر طلبش میکند. وای طلب کرده ایستاده است، اینمی قدر پول بر من نمیدهی، مثال ما پیش راه تو را کشاده نمیکنی. یک تله و تاراج، یک غارت کردن است. کدام شما راضی هستین؟ حالتی که همین خیلی حالت به بالاتان میآید، تا 100 سامان 50 سامان طلب میکنن. این هم یک طرز غارت است. این البته به البته حلال نیست. از کجا حلال می شود؟ حلال حالتی است که من یک آدم هدیه میتم، صدقه میتم، وای حلال است. وقتی تو از کیسه وای مجبور از دستش پولی را زده میگیری، آیا حلال میشه؟ یا مثل که شهجت می آید در ما و شما، شهجت است. با چی خاطر؟ یعنی به خاطر که یعنی شما در ساعت مثال 1 یا 2 شهر خانه ماده حاضر کنید. یک کس از طرف عروس اکو شهجت می آید، باید سر پاک کنید. تو این یک طریق تله و تاراج است. یا مثال از بالای همون ماشین ها کرپا فرار گفته و تخت زن و بلا و بتر میگن، همه اینا یک طریق غارت هستند. اینا هیچ کدامش از اسلام ما و شما نیستند. در این پول هایی که شما میدین، در هیچ کدام اینا شما ثواب نمیگیرین. از پشت این شهتاز چندین جنگ ها برپاشیدگی است. چندین جنگ ها. این دشنام کردنش حساب ندارد. در این مسئولن، همون پیشواهای محله مسئولن که همین معرکه ها را باید که وقتی که همون مهمان ها از دیگر محله می آیند باید پیش راه اونها کشاده باشند. اینا در مسئولیت دارند. اولا السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. بعدا میخواستم با این سؤال من پاسخ عمیق میدادید. آیا با دختری بدخشانی ازدواج کردن ممکن است یا نه؟ از نقطه نظر اسلامی جایز است. اگر دختری بدخشانی ایمان داشته باشد، اسلام داشته باشد، جایز می شود. اگر دختری عرب به ایمان باشد، گرفتنش جایز نمی شود. یعنی همه وقت اسلام شرط است. اگر مسلمان باشد، نه وابسته وای دختری روس است
و دختری بدخشانی است و دختری کسی نباشد جایز است. اگر دختری تاجیک ایمانی بر خدا نداشته باشد و گرفتنش جایز نیست. در اسلام ملت شرط نیست، نسب شرط نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بزرگترین شما پروردگار میگوید در نزد من نفری هست که از خدا میترسد، نابسته در کدام ملت نباشد. همه ملت برای ما و شما حلال و درست است، با شرطی که از خدا میترسیدگی باشد، ایمانی بر خدا و ایمانی به رسالت پیغمبر داشته باشد. صحیح است، نکاش باکی ندارد، با ملت کاری ندارد. اسلامی شما به شما سوال داده، میخواهم از شما جواب گیرم. در کتاب خواندم که باید در وقت طهارت کردن رو به قبله نشسته طهارت نمایی. ما در خانه آشیانه‌دار زندگی میکنیم، شرایط رو به قبله نشستن نداریم، چیکار کنیم؟ باز بر زمین این مادر 3 فرزند هستم. 10 سال شد زندگی ام را از شوهر نه خوراک نه لباس ندیدم. از حساب پدر و مادرم زندگی ام را پیش برده ایستادم و بالای همه این باز از همون داروهای سفید میکشد. دیگر حاجت زندگی کردن ندارم، میخوام از او طلاق گیرم. راضی نیست، چی کار کنم؟ راضیگی وای در کارم نیست. خب آدم گیرین کش و آدم عرق نوش چی راضیگی دارد؟ او راضیگی وای لازم هم نیست، وای در قطار آدم ها هم نیست. آخه وای آدم نشمارین شما. صورتت را چی کنم گرچه نداری سیرتی، کس به یک جو نخرد این صورتی بی سیرتی. او یک جو قدر ندارد. و شما میتونید با طریق اولا رفته از مفتیات فتوا شگیرین، میدهد برای شما فتوا میدهد. برای با گیرین کش چگونه تو زندگی میکنی؟ نمیشود زندگی کردن. شوهر وظیفه همین است که از خوراک و از پوشاک و از همه تو را تأمین کند. وقتی همه زندگی تو از جانب خاندانت باشد، اون برای تو یک تیار اخر است، چیکارش میکنی؟ و جوابش دی رود دیگر. لیکن برای طهارت کردن هر جانبی که برای تو موافق است همون جانب طهارت کن، طهارت صحیح میشه. هر جانبی که برای شما موافق میآید همون طرف البته موافق است. بسیار افسوس است، بسیار جوانها اینقدر پیشروی ها شده است، اینقدر بهبودی ها خدا را شکر در این جمهوری ما پیدا شده است. با بزم این کشیدن دارو، خوردن عرق و دیگر آیا حیات برای همین است؟ زندگی مخصوص بهر بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی است. در خوجند همون داملهاش قطعی من صحبت کردم، میگوید که همون پیشوامون فتوا برآورد که اگر کسی که در حالتی همون گروین کشیدن از دنیا میگذرد و جنازه نمیکنند. همون ملاش برای من گفت اون بی نهایت فتوای بهترین برآورده. کاش که همین فتوا هم در همینجا عمل کنه. آخه اونا جنازه چی دارن؟ اصلش اگر گیری، آخه انسان یک حلال مردن دارد، یک پاکیزه مردن دارد. آخه وقتی در حالت گیرین کشیدن از دنیا میگذری، در حالت زنا از دنیا میگذری، در حالت عرق نوشی از دنیا میگذری، آخه ایمان در وجود تو دیگر وجود ندارد. آخه نیست. اگر تمام مولوی های دنیا که آمده تر جنازه کنند، خداوند بالای تو البته عذابش جاری میکنه برای نافرمانی کردنت. داملای عزیز، من در دانشکده عالی میخوانم، در ساعت نماز جمعه امتحان باشد چیکار کنم؟ من در حالت حتی ما برای همه شما جوانها گفتیم که حتی شما در مکتبهایی که میخوانید روز جمعه، شما برای نماز جمعه مکتبها را ترک نکنید. شما درس هاتون خوانین، پر کنین. آمده در خانه خلیفه جمعه که پیشین است، شما پیشین هاتون خوانید. این البته به البته بهتر و خوبتر است. اگر امتحان باشد این باز با طریق اولا عذر هست در شما. امتحان هاتون سپارین و آمده پیشین هاتون در خانه خوانید. یکی ما این قدر مثال در باب مکتب
در باب مثال تبلیغ جوانها به سوی مکتب حرکتها داریم، باید معلمها هم برابر ما در همون دخترها و جوان پسرها باید که با دقت باشند. این سخنهای من ترس از معلمها نیست که من میترسیده باشم از معلمها، برای که در پیش معلمها خوب شم و همین سخنها را من مثال از پیش خود میگفته باشم. این سببش ترس نیست، بلکه این یک احترام همین جامعه هست، احترام همین جمهوری هست، احترام جوانها هست، یک پیشرفت در همین جمهوری ما و شما میشیدگی است. چگونه ای که از رئیس جمهور برآمدهاش بهترین برآمدها را کردن، چه نسبت معارف و چه نسبت تعلیم ها. باید معلم ها وقتی هم دخترها را که میبینن در حالت خیلی ناخوب، همونها را باید که تعلیم کنن، گوین خواهر با این لباسی که تو آمدی ممکن نیست لباس. باید اونها هم معلم ها الحمدلله مسلمان هم که آخر اونها هم باید جوانها را تربیه کنن. اونها باید هیچگاه مثال برای زید مسجد و یا برای نماز خواندن اونها را تبلیغ نکنن، مثال زید مسجد و زید نماز تبلیغ نکنن. این حالت ان شاء الله جوانهای ما و شما خیلی پیشرفت پیدا میکنن. علیکم داملا حاجی میرزا، من یک سوال دارم. در حالت در روسیه کار کردن در مهلت 1 یا 2 سال نآیم، لیکن رزق و روزی زن و فرزندم را راعی کنم. آنها با همراهی پدر و مادر و برادران می باشند. میدانی که حال آنها خوب است. در مسلمانی چهل می شود که می گویند که 6 ماه پس باید بیایی و ما ساده کرده فهمانید. با احترام مخلصی دائمی شما. این البته از روزی که ما و شما زن نکاح کرده که گرفتیم، وظیفه همه ما و شما الکی فرض می شود نفقه زنهامون، چه از فرزندهامون نفقهشون فرض می شود. لیکن در این مملکت های دوردستی که سال آنها آمدن نمی توانند، اگر از همون نان و آب و لباس و پول اگر زن و کودکاشون تأمین کنن، این حالت عذر است. یعنی اینها در نزد خداوند مؤاخذه نمی شوند، عذاب داده نمی شوند. لیکن اگر ذره شرایط باشد برای آمدن بعد 1 سال یا بعد 1.5 سال یا بعد 2 سال، باید که آمده از حال زنها با خبر گیرند. یعنی با یک لباسی او را تأمین کردن، با یک شکمی او را سیر کردن، این وظیفه ما تا حال انجام نیافته است. اون زنها البته مثال شوهرشان میفارد، اونها را از شوهرها باید که منفعت گیرند. این طرفشان باید که البته جوانها فکر کنند. چگونه ای که مثال همون جوان با تقوایی که در همون روسیه میگردد و خیلی در حالتهای وزنین خودش را مثال قپیده می ایستد، تصور کرد که این زن هم در همین حالت وزنین است. باید که از حال زنها خبر گیرند. 1 سال بعد است، 2 سال بعد است، انشاءالله این باز نیکتر و این ثوابتر می شود. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا، من یکی از مخلصان دائمی شما می باشم و به دعا و مصلحت شما احتیاج دارم. پسرم را 2 ماه پیش خانه‌دار کردم و تا حال با زنش خانه‌داری کردن نمی تواند. میگویم بستگی هست. از شما یک دعا و از قوم آمین. انشاءالله امیدی شفا از خدای متعال دارم. با احترام مخلص شما. یعنی این بهترین صورت همین است که همون برادرایی که دعاخوان هستند دعاهای از سوره های قرآن میخوانند، این گونه جوانها را باید که اونها خوانند. یعنی دعوت کنین پیش ما بیایید، ما شما را توصیه میدهیم. اینها را رفته خواندن در کار. این جین است. انشاءالله بعد خواندن و دور میشود، باز این جوان خانه‌داریش کردن میگیره. خدای مهربان این جوان از این مشکلات خلاص بگردانی و زندگی شیرین و با لذت خدای مهربان نصیب و روزیش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، من از سخن شما از دنیا با خبر شدم و از شما میخواهم یک چند سوال را
جواب دهید. مادر من با حضرت امیر جان قسم خورد که خانه اپام نمی رود، ولی پشیمان شده است، میخواهد که برود. چیکار کند؟ هیچی، رفتن میگیرد. و قسم خوردن حضرت امیر جان هیچی واقع نمی شود، گناهگار می شود و خلاص. قسم خوردن فقط به خداست. کسی قسم میخورد والله بالله تالله، به خدا قسم، اون قسم کفارت دارد. در غیر پروردگار کسی قسم میخورد و شرکی به خدا آورده است و یا پروردگار این گناه را نمیبخشد. به حضرت امیر جان قسم خوردن، به حضرت سلطان قسم خوردن، به نان قسم خوردن، به شیر قسم خوردن، اینها قسم نیستند. در اینها شما گناهگار میشوید. اینا را چی زیارت های نادرست داشتین که باز مورد قسم قرارشان میتین. اینا قطع قسم نخورین. قسم هم خورده باشد این قسم زدن نشده است، فقط در نزد پروردگار گناهگار شده است. بعد این گناهگار شیدگیش کار نیک کند، خیر احسان کند تا که خدا از این گناهش درگذرد، توبه کند به سوی پروردگار از این قسم نادرست خوردگیش و خانه همون اپد رفتن گیرد، فرزندش میشود. دوم، به جای دعای قنوت 3 مرتبه سوره اخلاص بخوانی. اگر دعای قنوت ندانی روا هست یا نه، بهترینش همین است که در جای دعای قنوت شما دعاهای آیتهای قرآن خوانید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یک بار همین خوانید بس است. در فتوا هم همین میگوید که دعاهای قرآنی را خوانید، لیکن کوشش کنین که همین دعای قنوت از زیاد کنین. همه گپی به معنی را زیاد کرده تو نیستین. همین دعای قنوت چی است؟ سوم، دعای بعد اذان نمیداند، میگن سوره فاتحه بخوانی میشود. من ندیدم سوره فاتحه را در جای دعای اذان خواندن، لیکن بهترین صورتش همین است که شما دعای اذان خود چه از یاد کنید. کسی این دعای اذان اگر از یاد میکند و میخواند، این حالا در رسول اکرم گفتن واجب شد بر گردن من که این بنده را در روز قیامت ما شفاعت کنیم. کسی اگر دعای اذان از یاد میکند. چهارم میگویند که بالای کرپچه نماز خواندن مکروه است. مکروه نیست، بالای کرپچه با بهتر است. بالای کرپچه دخوانید، جای مکروه نیست. اگر با شرطی که همون کرپچه تون نمازی باشد، تازه باشد، با که ندارد. بالای کرپچه چی جای نادرست است؟ در بسیاری مسجدات همون زیر پا بی نهایت خنک از کرپچه ها را جمع کرده گرفتند. بگذار در بالای کرپچه مردم نشینند، چی جای گناهش است؟ اکای حاجی مرزا از شما خواهش میکنم که در حق من دعا کنید که خداوند علم اساسی را بر من نصیب گرداند. نه خدای مهربان، دعا میکنیم که این برادرهایی که برای ما سوال ارسال کردن با سبب شنیدنی چندین نفرها شد، خدایا این برادرهای اسلامی را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیبشان بگردانی و این مادری که الحال جنازش میخوانیم، خدایا راهش سفید کلمه طیبه و شهادت بر زبانش خدای مهربان رانده بگرداند و اهل جماعت ما را خدایا از جمیع آفتها بیماریها در حفظ امان خدا نگه بداری. آمین یا رب العالمین. اینجا یک چند نفر نامه‌هاشون را میخوانیم، در حقشون دعا کنیم. برادرمون حاجی قاسم که همین مسجد ما دائم نماز میخوانند 200 سامانی آورده دادن. یک برادر دیگر ما 300 کیلو سیمنت آوردن. برادرها عبدالفیاض از قرغان تپه 60 سامانی 20 دلار آورده دادن. یک برادر عبدالکریم دیروز 65 سامانی دادن و جیان خان که جان میگفتن از چشمه جوشان است مومن آباد، مادرشان بیمار بوده است، یک در همین مسجد روان کرده است، یک در دیگرش بختیار دو در حاجی دولت روان کرده است. بسیار درهای خوب روان کردن که در حق مادرم دعا کنی که بیمار است. مادرمون گفتن برادر ما استاد سلطان از همین محله تیریزه های آشیانه یکم همش انجام دادن. برادر حاجی تیلا که یک تروبه کلام برای همین مسجد آوردن. این
کارگرهای حاجی خالو و که شیرالی و مختار و دیگرهایی که در این گذاشتن آهنهای بالای همین مسجد خدمت کردند. برادرمان ظفر از مسائل ساختمانی همون طرفی پشدره است، هم بالا اونم بیچاره چند خدمت‌های زیاد کردند. بابای حاجی شاهین که خدمتش بیشمار است، زنشون بیمار هستند، در حقش دعا میکنیم. و صندوق خیریه که روز عید یک مقدار پول افتیده بود برای مسجد بابای ملا حیدر جداش کردن، اون آدم در حقشون دعا میکنیم. و یک برادرمان سید اسلام از مومن آباد $200 ارحال دادن که در همین مسجد صرف کنین. خدای مهربان این خیر احسانها را به درگاهش مقبول بگرداند، دولتشون خدای مهربان زیاده بگرداند و خدای مهربان بنا کردن مسجد که